تمام مؤسسه‌های مملکت برای گذراندن زمستان آمادگی همه‌جانبه می‌بینند. علالخصوص در مؤسسه‌های تندرستی ناحیه شهرنم برای گذراندن سرما ستاد مخصوص تشکیل کرده شده است. بیمارخانه مرکزی ناحیه شهرنم دارای 18 شعبه مخصوصی گردانده شده بوده. تمام نمودهای خدمت رسانی‌های طبی را به اهالی ناحیه و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان می‌رساند. برای گذراندن دوره تیرمو زمستان در حالت آماده باشی قرار داده شده است. تریزه‌های شعبه‌ها شیشه‌بندی کرده شده. شعبه تولدخانه بیمارخانه از تعمیر کلی برآورده شد. 3 شعبه بیمارخانه با سیستم گرم‌دهی بویلری تامین کرده شده است. آشخانه پرهیزی بیمارخانه با موادهای خوراکی برای این دوره زمستان گذرانی به پورگی تامین کرده شده است. با باور کامل گفته می توانیم که برای سپری گردیدن دوره زمستان تیرماه زمستان مؤسسه به پورگی آماده می باشد. کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه شهرنم نیز با مقصد تامین بیمه واسطه‌های نقلیات در فصل زمستان آمادگی می‌گیرند. تا امروز از طرف مسئولان ساحه 500 کوب ریگ با نمک آمیخته شده در جایهای مخصوص ذخیره کرده شده است که موافق نقشه به زمستان گذرانی بسنده میباشد. زمستان گذرانی حاضر من 5 تا تکنیک تیار کردم. 500 کوب مواد ضد لغزش، 1700 لیتر سوزشواری، 3 تن انگشت، 4 کوب زیادتر قریب 5 کوب هیزم. راههای تعمیر طلب نداریم، خیلی کمتمون با حاضر دوام دارد. حالا عموما کوشش میکنیم که سال 2018 و 19 همه زمستان گذرانی سر بلندانه اجرا کنیم. امروز برای زمستان گذرانی مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه و کودکستان‌های ناحیه همگی 57 تا هستند که در آنها 24190 نفر خواننده و کودکان به تحصیل فرا گرفته شده است. برای زمستان گذرانی که ما این سال پورا به نقشه هیزم و کمور و سوزشواری دیزلی داشتیم، همش به پورگی اجرا شد. تا امروز در مؤسسه‌های تعلیمی و کودکستان‌های ناحیه همگی 350 تن کمور ذخیره کرده شده است و 301 متر مکعب هیزم ذخیره کرده شده است و 500 لیتر سوزشواری دیزلی ذخیره کرده شده است که این پورا نقشه را اجرا کرده شده است. کارمندان همه ساحت در ناحیه با نظرداشت آنکه تامین سلامتی اهل جامعه اساس رشد و پیشروی دیار است، بهر بلند برداشتن صفت خدمت رسانی به اهالی نقشه های مشخص را راه اندازی خواهند کرد.